Билохира Аргентина бо Лионел Месси қаҳрамони ҷаҳон шуд. شومی 18 دکبر بازی فینالی چمپیونات جهانی فوتبال 2022 بین منتخب‌های آرژانتین و فرانسه برگزار گشت و خوری دسته‌ها در ورزشگاه لوسایل برگزار گردیده با نتیجه 3-3 انجام یافت. لیکن در ضربه‌های 11 متری جریمه‌ای فوتبالبازان آرژانتین با حساب 4-2 غلبه به دست آورده چمپیون جهان گردیدند. حساب بازی را در دقیقه 23 رقابت لیونل مسی از پنالتی کشید. در دقیقه 36 آرژانتین با شرافت گل آنخل دی ماریا برتری‌اش را دوچند کرد. بازی تا دقیقه 80 با این نتیجه جریان داشت، لیکن کیلیان امباپه از ضربه 11 متره حساب بازی را تغییر داد و پس از یک دقیقه امباپه حساب را 2-2 کرد. وقتی اساسی بازی با این نتیجه به پایان رسید، در وقت ایلوگی لیونل مسی و امباپه باز یک گل دیگر به ثمر رسانیده حساب را 3-3 نمودند. در این رقابت کیلیان امباپه هتریک و لیونل مسی دوبل انجام دادند. غالب در اجرای ضربه‌های 11 متری جریمه‌ای پنالتی معین گردید و باید بگوییم که در ضربه‌های 11 متره دروازه‌بان آرژانتین قهرمانی نشان داد و شاگردان لیونل اسکالونی با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. همین طریق آرژانتین با شکست دادن فرانسه غالب جام جهان قطر 2022 گردید.